بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر و خوشی انشالله. بهداد سلیمی رکورد یک ضرب دسته فوق سنگین وزنه‌برداری جهان رو ارتقا داد. در آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی کشور، جام مرحوم نامجو که در رشت برگزار شد، امروز در دسته به اضافه 105 کیلوگرم بهداد سلیمی قهرمان جهان و آسیا توانست با حد نصاب 214 کیلوگرم در حرکت یک ضرب رکورد این وزن را که در اختیار حسین رضازاده بود 1 کیلوگرم ارتقا دهد. سلیمی همچنین در دو ضرب با مهار وزنه 245 کیلوگرمی قهرمان شد. سلیمی امروز در حالی رکورد یک ضرب دسته فوق سنگین جهان را در اختیار گرفت که حد نصاب دو ضرب جهان با 263.5 کیلوگرم همچنان در اختیار حسین رضازاده است. در سایر اوزان رقابت‌های قهرمانی کشور نیز مهدی جمالپور از خوزستان در 85 کیلوگرم و میثم محبی‌پور در 94 کیلوگرم مقام‌های نخست را از آن خود کردند. بدین ترتیب در پایان این رقابت‌ها استان فارس با 553 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد، مازندران دوم شد و تیم گیلان در جای سوم قرار گرفت. تیم‌های خوزستان و تهران نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند. 25مین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز